طبق روال همیشه میرم رزمان که خرید ماهیانم انجام بدم. بزنید بریم. این ماهی دستشوی داو برمیدارم که واقعا خیلی دوستش دارم. قیمتش هم 2.45. این خمیر دندون سنسوداین رو برمیدارم 3.75 که واقعا دوستش دارم. اینم خیلی خوبه کیفیتش. بعد یه دونه از این بسته مسواکا برمیدارم، قیمتش 99 سنت بود. یه دونه از این تینتا برداشتم، بچه‌ها نمیدونی کل فرانکفورت رو دنبالش کشیدم 3.25. یه دونه از این کرم پودرای میبلین برمیدارم که قیمتش 9.95. پالت کانتور گرفتم 6.45. ژل شستشوی صورت گرفتم که قیمتش هم 3.45 بود. یه دونه از این لیفا برداشتم، فکر کنم قیمتش 1.95 بود که اینجا یه خرابکاری انجام دادم. یه دونه از این لیفا افتاد که گذاشتم سر جاش. بعدش پده آرایش پاکن برداشتم 95 سنت. بعدش هم رفتم دستمال مورد علاقه هم برداشتم. گرونتر از همه هست، 1.75 ولی خیلی نرمه. خیلی دوستش دارم، واقعا عالیه، به همه پیشنهاد میکنم. این مارک فوق العاده است. رفتم شامپوی مورد علاقه هم برداشتم 4.95. اومدم بردارم داخلش خالیه، هیچی داخلش نیست و داخلش باز کردم دیدم بله یه نفر داخلش رو برداشته، یعنی شامپوی داخلش رو برداشته. بچه پی‌هاشش خنثی هست و ضد قارچ و ضد باکتری هم داخلش داره. اگه که مثل من پوست سرتون خارش داره و دلیلش رو نمیدونید، این میتونه یکی از دلیلاش باشه. خیلی کمکتون میکنه. یه دونه از این ماسک مو برداشتم که ماسک مو مورد علاقه خودمه، 2 سال بیشتر نام استفاده میکنم، فوق العاده است، عاشقشم. دونه قرص جوشان ویتامین سی برداشتم که قیمتش 45 سنت بود دیگه. آره چیپس مورد علاقه رو برداشتم 1.79 که واقعا خیلی خوشمزه است، بهترین چیپس به نظر من. دونه بسته 2 تایی دستکش برداشتم که اینم قیمتش 1.75 بود. رو 49 دادم از این مایه برای تی کشیدن. دونه این ضد آهکی که اصلا امکان نداره 3.25. از این مایه چاباس کن گرفتم، قیمتش 4 یورو خورده بود، درست یادم نمیاد. بعد یه دونه از این اسپری الکل گرفتم 1.49 خیلی مهمه همچنان آدم ضد عفونی کنه. یه دونه از این آویز دستشویی گرفتم 99 سنت، 3 تا داخلشه. و یه دونه کاغذ آچار، یه بسته کاغذ آچار گرفتم، خیلی احتیاج دارم. اسکراب داف گرفتم که 4.95 شد. همین به نظرتون چقدر شد؟ برام توی کامنت ها بنویسید.